بیا مرا دیدسی؟ وقتی که مرا مختن دیدسم تمام من دیدسم مردم دیدسم تلفن خوشرومون تلفن راست ماگی چهره دم ابو توا یا جمانو بشین بیا بسم الله سلمان تو مرا دیدسی؟ من تو دیدسم کرتای سرخ داری ها دیدسم در خفات با دو سه آدم دیگه بیا او سلمان تو مرا دیدسی آواز دکجا شید؟ آواز ما از کامپیوتر ما روشن است مرا شنیدسی؟ سلمان ما یوتیوب درومم تو کجا شدی؟ تو مرا دیدی؟ مرا شنیدستی؟ کی بدن چی بدن ایتره دارو بگو مخی حالی آواز مرا شنیدستی؟ کو گریون که دیگر شایی در جایی؟ زنگ زبان واتساپ خب یا مون هم خیلی بسته و واتساپ دا زنگ بزن یا مون بسته یا نکش ایرا نکش واتساپ دسته سلام علیکم و علیکم سلام سوزه کتینجی میشه خدا را شکر و مکان امید از ناحیه اوزادوری کشانیان شما دا زنگ زدستیم او بچه کرتا سرخ دا بوده او خوب گپ میزنه یک ما گپ زنم چون میکنه که هیچی نمیکنه گپ شدن گیر بیا انا اکا جان امی یک از امی وای بحثوی شما و ای وای امی صحبتوی شما و امی وای که حوزی شما وای کرسین گپ زدستین بهره بردی امی خلاصه دا اومد اکا جان شخصا من خلاصه دا اومدم اکا که وای دوراده التماس وقتی که من فکر ما بیان میکنم وای چی نکنین گپوی قبیح و مقصدی خیلی با وای چی نکنین نه نیو که ده فقط حقارت نکن تحقیر نکن دشنام نکن گپ زدن گیر اوکی نه ما اکا حقارت نمیکنم من مقصد بچه حقارت نیستم ماشاءالله بچه ماشاءالله خود بچه ماشاءالله نه ها درست انا بچه ماشاءالله مرنگ خود دکا زور بوده بیا گوش کن اکا همه آدم وقتی که همه کبر غرور وقتی که مثال گه بگر همه چیزو اگر وایک نه همه فرو بگیره شد همه دایره عقلی همه آدم به درجه محکم میکنه که حقیقت دیده نمیتونه مثال رحمانوف نه مثال اکا نمی بحثایی که مثال رحمانوف به این اندازه کبر و غرور داره که دیگه یک بیچاره و مظلوم نمیبینه حتی یک زنی بیگناه 6 سال زندان کرده است یعنی ندیده است نه از زبر کبر و غروری که داره درست گوش کن اکا این همه اکا حوزی این مثال همه قدره که شما میگین یک بار چی به شما مقصد هم یک پیشروی یا آبادی همین وطن ما را بیا خودت بگو خب بیا بگو بیا یا تو بگو اکا اینا ما میگم اینا یا بار بین اینا مثال همسایه و وطنوی ما را بین در روز چی گپ رفته است در ما چی گپ اینا می حوزی اینا می آزاد اینا مثال ما همین قطعی خود صحبت کردن ما اینا می خودش پیشروی وطن نه اینا می آزاد ما در هم جای سودان صحبت کردم اینا می خودش وای پیشرفتی و نه یا پرده نشون دادن پری گدا و بیچاره بود او چیان او در جای پیشروی نیستن گوش کن اکا همین در همه دور زمان گدا هست در تمام دور زمان گدا هست در دوره تمام پادشاها گدا بود فهمیدی که این به این طبقه آدمیزاد کو به این طبقه جمعیت بدم نمیتونه وجود هم نه خود جمعیت با گدا پیش بروه اکا جمعیت با گدا پیش نمیره در همه جمعیت ما گفتنیم که گدا بود این هست اکا گدا هم هست شاه هم هست میونه هول هم زندگی هست همان همون طبقه انسانیت در جمعیت وجود داشته میتونه بعد شما فقط همین در تاجیکستان گدا ما چند همسایه کشور داریم چند همسایه داریم در چیزمون در حدودمون تریتوری داریم 4 تا داریم خب از همون 4 تا چند همسایه زندگی خوب داره چند همسایه کشور جنگ زده است اکا این همین شرایطی که حاضی ما در تاجیکستان داریم همین شرایطی که ما داریم عیناً همین نمود شرایطی نبینه در همین همسایه قشلاقای ما همین و ده یگام چنست یعنی در ازبکستان این شرایط ندارن همین خیلی اکا یعنی ازبکستان شرایطی که ما داریم نداره اکا همین شرایطی که حاضی ما داریم ازبکستان یگام کمبودی نداره چی کمبودی داره همین ازبکستان لااقل در زمستان سوئد نمیبره آخه برای مردمش خوی برخدا میکشن این همین حاضی در ما نه سوئد ساعت 12 شب سوئد آخه تابستان دیگه طالب در کار نیست آخه طالبا سوئد نمیخوان در تابستان همین زمستان دام اکا سوئد همین زمستان دام در سوئد که دیگه منطقه در سوئد میکشن کو چی میگی
اکا ها در یک شرایط بود که حقیقتا سوئد نبود و افغانستان ازبکستان هم همون شرایط داشت که سوئد داشت که بعد اکرم ها وقتی که شما ازبکستان از ما سوئد میخرید، ما سوئد داشتیم، از ما سوئد میخرید برای مردمش قوای برق میداد از زمستان. چرا ما دخمانه میدونیم ازبکستان میفروختیم؟ اوزی اکا ما همیشه شما را یک سوال بتیم اکا. ها بیا. همه شما خودتان مثلا همه باری آخر در تاجیکستان کدام سال بودین؟ 10 سال پیش. انا 10 سال پیش بر حاضره برابر نکن اکا. او 10 سال پیش دیگه تاجیکستان بود، حاضر دیگه تاجیکستان اکا. من شما را یک مثال میارم اکا. 10 سال پیش 10 سال پیش اکا ما دوشنبه ما 10 سال پیش در تاجیکستان بودم، سوئد نداشتیم، یعنی ما 100% قبول داری؟ اکا قبول 10 سال یعنی پس در 10 سال پیش سوئد ما در 20 سالی که رحمانوف دولتداری کرده بوده است، مردم به قوای برق بوده است. دیگه چی لازم راهبری که شما خطر میلسینوش؟ مردم علاوه در 20 سال قوای برق نداشت. ما آب داریم، ما اگریگات داریم، ما تمام آن چیزی لازمه ای که برای استحصال قوای برق لازم است داریم، ولی قوای برق نداشتیم. دیگه شما از کدام پیشروی گپ میزنید؟ قبول اکا گوش کن، با ازبکستان برابرش کردی. در ازبکستان اکا، در ازبکستان جنگ شهروندی را نانداختن. در ازبکستان جنگ شهروندی را ندید. فهمیدی اکا؟ تمام؟ استقلالیت هم میدونی؟ لبای؟ استقلالیت هم میدونی؟ استقلالیت برای چی نه؟ برای چی نمیدونم؟ کدام سال بود؟ کدام سال بود؟ سال 1991 6 نوامبر، سال 1909 سپتامبر 91. زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشت؟ او خود در نظر داری اکا و 24 آگوست سال 1990 بود اکا. زیر اعلامیه 9 سپتامبر سال 91 زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشت؟ اکا اعلامیه درباره استقلالیت سال 91 قبول شدگی نیست. وقتی ما صاحب استقلال شدیم، طبیعی است که برای صاحب استقلال شدن یا برگه را امضا میمونی. زیر همو کی امضا گذاشت؟ ها؟ نه آخه اکا گوش کن، اینا سال 1991 اعلامیه قبول شدگی نیست. من شما را گفتم که سال 91 استقلالیت ما با 10 سال 9 سپتامبر سال 1991 ما یک کشوری صاحب استقلال شدیم. تمام دیگه وابسته نیستیم. شما میگن که اعلامیه استقلالیت گفتین؟ ما میگم زیر اعلامیه استقلالیت کی امضا گذاشت؟ سال 24 آگوست سال 1990 قدردین اسلانوف امضا کرد. حالا درباره قدردین اسلانوف یگان معلومات داره که همون نفر در کجا است؟ اکا ما درباره وای معلومات ندارم. یک نفره که شما دعوای استقلالیت و وطن دوستی میکنین، یک فرزنده که برای به دست آوردن استقلالیت، خب اگر یک کوچک خدمت هم باشه زحمت کشیده است، چرا شما درباره او معلومات ندارین؟ چرا درباره فرزندان او معلومات ندارین؟ چرا درباره مزار جای گوری او معلومات ندارین؟ چرا درباره زندگی فرزندان او معلومات ندارین؟ اما رستم میدونین کی است، آزاده میدونین کی است، تخمینه، حسن، حسین، شمسالله، اسدالله، عبید زاکانی اینا میدونین کو؟ اکا ما را گوش کن اکا. ما همه او شخصیتایی که برای وطن، همه او قهرمان هایی که قهرمان های ملی، پس در کجا نامش ذکر شده؟ در کدام کتاب نامش هست؟ گوش کن اکا جان، اکا ما شما را گوش کنیم، شما در برابر امام علی رحمانو که کتاب الفبا را باز میکنی صورتش هست، چرا عکس اون است؟ چرا او را برای مکتب، برای دانشجو، برای طالب علم، برای طلبه های مکتب معرفی نمیکنن که این نفر قدردین اسلانوف است، استقلالیت کشور زیر اعلامیه استقلالیت امضا گذاشته است. این همین از زحمت بزرگی است در شب و روز، چرا از این در مکتب ها یاد نمیشود؟ اکا شما میگن که ما در تاجیکستان نیستیم، برای چی یاد نمیشود؟ همه شخصیتایی که من 11 سال مکتب خواندم، دانشگاه خواندم. من بار هم در مکتب از زبان نه یک آموزگار، نه یک مربی، نه یک نمیدونم رکتور از پررکتور از دکان است، از زبان هیچ یکی اونها من بار هم درباره شخصیت های، درباره نام های شخصیت ها هیچ معلوماتی نشنیدم. هر چی شنیدم در خارج جستجو کردم، معلومات گرفتم. میفهمی؟ اکای سلمان، تاجیکستان و 30 سال استقلالیت تماشا کردی؟ چرا؟
سلسله فیلم تاجیکستان و 30 سال استقلال تماشا کردی؟ تماشا کردم میگه سالیو دا اسمو زده هم از خطای آورده بودین هیچ دیگه انا گوش نکردم انا گوش نکردم انا تاجیکستان و 30 سال استقلال اگر تماشا میکردین هم بسیار یک فیلم حجتی است در انا همونجا همه نمو شخصیتای گوش نکردن همه نمو شخصیتایی که برای انا می چرا رحمانو در تمام کتابا و در کدام دیوار و دروازه زدگین اورنه انا گوش نکردم برای اون کی انا می رحمانوف انا مو استقلالیت که اول وایشید تشکیل شید و تاجیکستان اعلامیه درباره استقلالیت قبول کرد در دوره‌ای که امام علی رحمان وای نبود رهبر دولت نبود استقلالیت قبول شید لیکن انا همین استقلالیت ما را خلالدار ساختن خوفی از بین رفتن همین استقلالیت ما بود انا همین امام علی رحمان بود که انا همین خوف از بین بود یا استقلالیت نه که تمامی ملت از بین رفتن شکا انا همین آدم اگر شما خیلی گفتم که کم تر پیش ما گفتم در همون عقیده ما که کبر و غرور شما تنها فقط به یک آدم است وقتی که در یک آدم شوی درست فکر کردی فقط فکر گوش برای گنده کردن همون آدم باشه دیگه یگان نمود خوبی و قبول کردن نمیتونی که اینا شما در خودتون باید قبول کرد توانید نکه فهمیدی که بعد از تایلند صبر که بعد از تایلند ارزانترین فاحشه‌خانه در تاجیکستان است اینا آمارهای جهانی معین کردگن که زنهای تاجیک به ارزشن حتی افغانها صبر کنید شما ناموس گپ میزنین حتی افغانها برای کیف و صفا و تجاوز زن تاجیک از افغانستان برای تجاوز کردن برای استراحت کردن گتینس‌های تاجیکستان میبیاد به این اندازه زن تاجیک به قدر از تایلند در جای دوم است میفهمی تو برو بگی تو میلاد نگی گوش که همه افغانه که افغانه که از خودت گفتیسی مسئله ناموس قطعی گفتیسی همه افغان امروز شما تعریف کردین امروز شما جانبداری کردین کو ما میگم برای تجاوز زنی تاجیک پول میتیم میبیاد تاجیکستان اگر تو ناموس میداشتی اگر این ملت ناموس میداشت اگر رحمانوف ناموس میداشت درهای دیسکو کلوب ها را بسته میکرد درهای فاحشه‌خانه ها را بسته میکرد میفهمی چند دیسکوتک را محکم کرد و چند مسجد هم بسته کرد برای من آمار دیسکو کلوب را بگو در تاجیکستان چند دیسکو کلوب و کدام او بسته شده است بگو آمار مسجد را مخته بگو مکه آمار دیسکو کلوب را بگو برای چی بسته شده بسته نمیشود گوش کنه که برای چی یک دیسکو کلوب بسته نمیشود چرا در حوره کرانتین چرا در کرانتین تمام مسجدها بسته بود ولی دیسکو کلوبش 24 ساعت کار میکرد چرا این نبودن این ناموسی رهبریت است میفهمی ناموس نبود در اون زمان ناموس ندارین به ناموسین من باز هم میگم اروپایی ها در روزنامه های اروپایی یا امریکایی زنی تاجیک بعد از تایلند ارزانترین زن در حالت فاحشه میگه میفهمی تو گپ میزنی تو ناموس استقلالیت پیشلوی که اکا با احساسات داده نشه من به احساسات نیستم من با بیناموسی شما قائل هستم که شما یک ملتی که تاریخی خدر با بزرگی ذکرش کرد خیام و سینا و حافظ و بدیل و رودکی و نمیدونم فردوسی و امام اعظم و بالاخره مومن قناعت و بالاخره لایق شیرعلی و ترسون زاده و ده ها صدها کسی دیگر امروز این ملت آمد در دست رحمانوف رستم شاروخ سید مومن رمضان نمیدونم آیت الله نمیدونم خمرین گلبهار و گلنسا زد به همی است که ملت با بیناموسی میزنه ملت با بیناموسی رو آورد همی است که زن تاجیک در روسیه قدر نداره مادری تاجیک در روسیه قدر نداره زن تاجیک داد میگه انا همی سببش نظام پستی رحمانوف است فهمی گوش کنه که همه ما شما را گفته استیم تاجیقتی گفته سمکه که بیام سوالات جواب گردونم مسئله فحشا را گفته سی مسئله مسجد را گفته سی یک تمام سوال تا جواب گردونم که من درد دل ما بگو مدوخیا که درد دل تا برا در نزد حکومت بگو جای گام رسانه اویلوی نیست درد دل تا بگو برا در سفینه بگو درد دل تا برا در تلویزیون باورستان بگو چرا در تلویزیون‌های رسمی گپ نمیزنید چرا در تلویزیون‌ها از این گپا از این درد دل و از این فحشه‌خانه‌ها نیست چرا فقط رقص و بازی از فحشه‌خانه گپ نمیزنین چرا از درد مهاجر گپ نمیزنه در رسانه و تلویزیون اینجا جای نیست که درد دل تر ما بشنو درد دل تا برا در یک جای دیگه بگو خب ای بچه گوش کنو کاکا یگان کس مسجد بستگی نیست یگان کس
مسجد عمل کرده سای 24 دانه که دوره شوروی بود حاضی میدونی بعد چیم چند هزار آمده در وای رسیدگی های همین مسجد ما همون قدر بدرجه شما چایی اما علامتی نبودن ترقیات است که اینترنتتون بچسبه میفهمی؟ اینترنتتون درست کنین سیاز ندارین در عصر 21 میچسبین آوازتان این کلمه بیو نه بگی دیگه الو او آوازی خودت 100% اومده ما اینترنتم فول ایجا یا اینترنت فسان دارم گوش کن بیا خیلی الکی گپ نزن بحث میریم سری حکومت در حکومت امروزه راهبر کی است حکومت اولادی داریم یا کی نه نه اکا من قبول ندارم برای که انتخاب آزاده رحمانوف کی انتخاب کرد آزاده رحمانوف چیکارگر است میدونی همین حکومت به طریق آزاده رحمانوف چیکارگر است میدونی گوش کن اکا آزاده رحمانوف میدونی چیکارگر است چیکارگر است چیکارگر است چیکارگر است الو آزاده رحمان چیکارگر است راهبر دستگاه حکومت جنوب تاجیکستان او کی از دختری بک صبورای خیلی نگو اکا نه دختری کی از دختری عمر رحمانوف درست رستم امالی بچه عمر رحمانوف چیکارگر است گوش کاکا بک صبور خدای عمر رحمانوف چیکارگر است حسن عزت‌الله‌زاده جمال الدین نورعلی و دیگر دخترهای رحمانوف هم در مقامات بالایی کار میکنه یعنی یک حکومت اولادی غصب کرده این نه حکومت اولادی نشته چی میگوی اکا خودت 100% خطا کردی خودت 100% خطا کردی اکا ها بودجه کشور ما در سال 2021 چقدر است چرا بودجه کشور چقدر است در سال 2021 با هر سر اهالی سالانه چند هزار میرسه دیگه سوالات جواب دادن گوش کن با هر سر اهالی برای پیشرفتی وقتی میخوایی که یک کشور پیشرفت ببینی چنگ بزن با بودجه کشور سال بودجه تاجیکستان در سال 2021 چقدر است مرا گوش کن اکا همین قشما میدونم ما روز دیگه نمیدونم من اقتصادچی نیستم تو چیکارگری در کدام یاد کار میکنی در کدام یاد کار میکنی ما در نهاد معارف کار میکنم سایه معارف یا سایه معارف میریم وزارت معارف ما یک وزارتی درست است درست است البته چرا نه امام رحمانوف در یک نشستش تنقید کرد که ما در اما اصلی کهنه قرار داریم رحمانوف دروغ میگه یا که تو گوش کن اکا نه همینجا رحمانوف دروغ میگه یا تو گفتی که بهتره رحمانوف بگه بدترین است کدامش گوش کن اکا بیا اینا ما مسئله معارف قطعی گپ میزنیم همین سوال معارف ما مثلا همین چی وای داره اینا مثال وای کمبودی داره که عمر رحمانوف من نگفتم عمر رحمانوف کمبودیش گفت که ما یک در پروگرام یک کهنه شده زمان شوروی داریم یعنی دروغ گفت او روبر دولت ما یگان وقت دروغ نمیگه هر چیزی میگه برای پیشرفت پس تو دروغ گفتی که ما بهترین سایه معارف داریم که رحمانوف حالا داشت نه تو گفتی که نه تو گفتی یه دقیقه صبر کن تو گفتی سایه معارف ما بهترین ای رحمانوف میگه که ما سایه معارفی زمان شوروی داریم کدامو دروغ گفتین گوش کن اکا ما یا روبر دولت ما دروغگوی حساب نمیکنیم پس تو دروغ گفتی دیگه تو دروغ گفتی یا شوخی کردی نه من چی دروغ گفتم نه گفتیم بهترین سایه معارف داریم از زبان خودت برآمد همین قبول نمیکنی قبول میکنم اکا درست میکنم پس رحمانوف گفت ما بدترین سایه معارف داریم کو ای اکا ولی از خدا در نشستش گفت با وزیر معارف از وظیفه گرفت بعد چند روز خودش خیز گفت که ما معارفی کهنه شده است
ساحه زمان شوروی است، ما برنامه نو خط پیش نمیریم. گپی من نیست. امام رحمان رو در نشست گفت و بعد از اون وزیر معارف گیری، بعد از اون وزیر معارف گیری تو میگی که معارف ما در یک سیستم بهترین است. کدوم در اینجا راست میگی؟ مرا گوش کن که سلمان تا گوش کن ما سوال جواب گردونیم. کدوم راست میگی؟ اول بگو تو راست میگی او؟ گوش کن که در همین مسئله و تو راست میگی او؟ گوش کن که سوال جواب گردوندستم. همین ها یا نه تو راست میگی او؟ گوش کن که در سخنرانی پیشوای ملت خود سخن و ایلوه نکن، ما سوال درست جواب گردونیم. سخن ایلوه کرد سخنرانی و کمبودی سوهای ما را گپ زده گذاشتند. انمو از تفای اصلاح کمبودی انمو سوهای ما را وای کرگیش و گفتگیش و این کمبودی را یگان سوها به کمبودی نمیشه در همه دور و زمان در همه سال. مدام که کمبودی نیسته، مدام کم چرا سالانه هزار آموزگار از تاجیکستان به روسیه فرار میکنه و اینم در نشست مطبوعاتی وزیر سابق وزیر معارف این گپ ذکر کردگی است. او دروغ گفته. اکا این مسئله مهاجرت یا در تاجیکستان مهاجرت نیست. خدا حافظ که دیگه من از این زیاد دیگه شمای خلو را گوش کردن نمیتونم. وقتی مربی آموزگار از ساحه معارف ترک کار میکنه پس نبودن نظام از اخی میگم داد بگم بترک به خدا کامیروی مردم. وقتی از معارف آموزگار وقتی از ساحه معارف فرار میکنه میره و روسیه غلامی، نبودن ساحه معارف است. آی مردم، آی چاپلوس، آی خدا، بخدا این خیو بدبختن، این خیو روسیا ها. ای خدا بیا برای ما یک قدرت امکانیتی خیلی وسیع بده که من همین رو یک تا قطار کنم، هم تا قطار کنم و همون نظامی که گیتلر آورده بود بالای مردم یهودا که همون ای خدا این خیو بدبختم. به خدا این قدر ایو بدبختم. رحمان میگه در یگام گپاش کمبودی نداره. این همون که خداوند ذکر میکرده هیچ کمبودی نداره. میلسنه اینم خکوم تد. خب با کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر میرساند، خوردن روزه اجازت است.